ویدیو برای چطوری معرفی بگم خیلی خوشمزه خفن. ویدیو خواهم بهتون یاد بدم که به ساده‌ترین روش ممکن واردن رو بکشین. بچه‌ها این روش خیلی آسونه و شما میتونید همون اول که واردتون ساختون خیلی راحت بین واردن رو پیدا کنید و بکشینش. یعنی آسان‌تر از این روش نمیتونید پیدا کنید. روش‌های مختلفی دارم. منم تا امروز آسان‌ترینش رو بهتون یاد بدم. ساخت این ویدیو با هم باشید، خوب دقت کنید که دقیقاً دارم چیکار می‌کنم، چون این کار یکم دقت می‌خواد و اگه این کار این کاری که میگن درست انجام ندید باعث میشه که حالا واردن شما دمیج بده یا بکشتتون. پس بدون مطلب بزنیم سراغ ویدیو خیلی خفن. لتس گو. راستش دمتون گرم 300 تا کردین. حتما کانالمو ساب بکنید اگه تا الان نکردید و دمتون گرم. بازم میگم از شورت ویدیو خیلی حمایت کردین. به زودی کلی شورت ویدیو آموزشی و حالا خنده‌دار و کلی چیزای باحال قرار داشته باشیم. بس حتما کانال ساب بکنید و حالا به ویدیو لانگمون و شورت ویدیوها سر بزنید. اگه هم از آپارات می‌بینید حتما دنبال کنید. بدون مطلب بزنیم سراغ ویدیو خیلی خفن. لتس گو. خیلی خوب بچه‌ها، کاری که باید بکنیم اینه که وارد اینونتوریمون بشیم و 64 تا سند برداریم. من تو این 64 تا نیست. یه استک سند به همراه یه استک درت و خود واردن رو پیداش می‌کنیم. حالا خودتون چون در اون سرور پیداش می‌کنید میتونید خیلی راحت باشه باشین. شما کریتیویم اگشو برمی‌دارم. کاری که باید بکنید اینه که دو تا ترپدور بردارین. یک دو تا ترپدوری که برداشتین حالا باید که زمین صاف باشه. اینجا مثلا اینجا خیلی خوبه. کاری که میکنین اینه که دو تا به این شکل میکنین، حالا زیرش هم میکنین و اینجا ترپدور میزنین به طوری که اینجوری بسته بشن. کار بعدی که میکنید اینه که میایین درت برمیدارین و حالا از این فاصله میکشینش بیاد. همینجا درت میذارین، دوباره از اینجا دقیقا یه دونه بلاک باید فاصله داشته باشن، میکنین تا برسه به اون. خیلی خوب الان رسید بهش. اینجا رو من اینا رو خالی بکنم. خیلی خوب. حالا کار بعدی که میکنین اینه که میایین اینجا و خب اینجا دو تا اینجوری میذارین اینجا. حالا کاری که میکنین چیه؟ اینه که واردن رو باید شما اسپام بکنید. اگه واردن اونجا دارین خب خیلی هم بهتره که 100% اونجا واردن رو دارین. حالا من سورول میکنم دیگه. ببینید ما به اینا هیچ احتیاجی نداریم. این احتیاج نداریم، فقط به واردن و اون احتیاج داریم. این سورول بکنیم. خیلی خوب. اوه بچه من دو تا گذاشتم. خیلی خوب بچه من الان همشون رو کشتم. حالا این حالی که بهش احتیاجی ندارم. اون سراغ کارمون سورول میکنیم. خیلی خوب. حالا دیگه اون اشتباه قبلی رو تکرار نمیکنم. اینجا یه دونه واردن و سند رو میگیریم دستمون. واردن رو میکشیم به این سمت. خب دقیقا به این شکل میکشینش این ور. این ور بیا. آها. خیلی خوب. کاری که میکنید سریع باید اینجا سند بذارید. خیلی خوب سریع سند میذارید. آها. حالا ازش فاصله میگیرید بچه‌ها. چون که اگر میبینید اینجوری دمیجتون میده. ازش فاصله میگیرین. فاصله بگیرید. فاصله. و ازش فاصله. باشه این دوتایی که میبینید بالون دوتا قبلی هن. خب ببینید اونجا ببینید الان من کامرام نزدیکتر نشونتون بدم. اونجا داره دمیج میخوره. به همین سادگی واردن رو میکشم. حالا باید دیگه فقط صبر کنید. یه حدود من تستش کردم یه 3-4 دقیقه باید صبر بکنید. این آسون ترین روششه دیگه که میتونید راحت بکشینش. روش دیگه هم داره. الان خب اونایی که سطحشون سخت تره. یعنی توی خیلی راحت بالا ما از بخران دمیج کنم. بالا من با 3 تا بلاک تونستم بکشمش. خب ازش فاصله‌اش یعنی دمیج پایین الان. خب واسه منم کریتیو کنم. خیلی خوب اینجا یه دونه از اینو برمیدارم. دور سورول کنم. خیلی خوب. من نگاه کنم بچه اونجا داره دمیج میخورم. سورول بدم. ببینید اونجا داره قرمز میشه، داره دمیج میخوره. خیلی راحت به همین سادگی. دقیقا بچه بهتون میگم ببینید اینجا رو میبینید. اینجا دقیقا دو تا از اینا بذارید و اونجاش هم باید دو تا بکنید. چون که وقتی که میخواید بذارید یکم حالا سخته، ممکنه بکشتتون. دو تا از اینا میذارید که اون بالا سری میذارید روش و خودتون فرار میکنید چون که دمیجتون میده.
آره بچه مرد. خیلی خب بچه به همین سادگی واردن ما مرد. حالا اینا رو میکنیم. به همین سادگی و بله بچه ها اون آیتمی که باید بهمون بده رو به همین سادگی بهمون میده. اینم آیتمشه.